ба мактаби рақами 24 ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе як гилеми варзишӣ татами ва зиёда аз 50 адад либоси варзишӣ гӯштини дзюдо кимано тӯҳфа اقدام کردن که همین ورزش جودو رو در بین مکتب‌های مؤسسه‌های دولتی که میونه پروگرام همین جودو رو در همون داخل کنند. در حالت موفق گردیدن این برنامه در آینده و 20 مکتب‌های دیگر نیز کوشش نماییم این گونه کمک تکنیکی رو دسترس نماییم. گوشتیم در ما یک نمودی از اولین است در تاجیکستان. اگر در جهان فوتبال باشه در ما گوشتیم است. дар доираи барномаи ҷудо дар мактаби федератсияи байналмилалии ҷудо ки дар ҳамкорӣ бо федератсияи ҷудои тоҷикистон, кумитаи миллии олимпӣ ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ба мактаби рақами 24 ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе як гилеми варзишӣ татами ва зиёда аз 50 адад либоси варзишӣ гӯштини дзюдо кимано тӯҳфа оварданд. خاطررسان میکنیم که هدف اساسی برنامه مذکور در تاجیکستان جلب کودکان سن سال 5 تا 12 ساله به نماد المپی جودو و جسمانی و روحان انکشاف دادن خوانندگان توسط مکتب بزرگ پیشرفته جودوی جهانی می باشد. شنیدیم که در پایان خود پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت امان رحمان بابت ورزشگران و عمومی گرداندن ورزش در تاجیکستان و سالم گرداندن نسل نورس برآمد کردن همین اقدام را چقدر که از مسئول مانست جانب معارف جمهوری تاجیکستان و فدراسیون جودوی تاجیکستان و فدراسیون جهانی اقدام کردن که همین ورزش جودو رو در بین مکتب‌های مؤسسه‌های دولتی که میونه یعنی که مثل دستور تربیت جسمانی اونجا میگذارن همون پروگرام همین جودو رو در همون داخل کنن یعنی که حاضر چقدر که شما شاهد هستین با ما تجهیزات نو یعنی تاتامی که برای ورزش جودو و سر لباس جودوگی که برای جودو لازم است حتمی تقدیم کردن. در تالار ورزشی مکتب تحصیلات میانه عمومی رقمی 24 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه واخره نماینده های فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان، کمیته ملی المپی، ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه و نماینده های ریاست معارف و علم شهر دوشنبه که با همکاری آنها این لایحه در تاجیکستان راه اندازی می شود برگزار گردید. در واخره اید به هدفهای لایحه مذکور عمومیت ورزش در جامعه و تربیه و آماده نمودن ورزشکاران کسبی اظهار اندیشه کرده شد. فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان دستور سپارش‌هایی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت در پیام نوبتی خود ابراز نموده بودند در خصوص عمومی گردانی ورزش و طرز حیات سالم در شهر و ناحیه‌های مملکت آنها سرمشق کار خود نموده امروزها عملی شوی برنامه جودو در مکتب را در یکجایگی با فدراسیون بین المللی جودو، کمیته ملی المپی و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سرمشق کار خود نموده برای عملی شوی این لایحه در 10 شهر و مکاتب‌های جمهوری تاجیکستان کمک تکنیکی را پیاده نموده. در چارچوب برنامه جودو در مکتب تصمیم گرفتیم که به 10 مکاتب‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه‌های کشور تقدیم تاتامی‌های ورزشی و لباس ورزشی برای تحصیل کنندگان این مکاتب‌ها تقدیم نماییم. همزمان فدراسیون جودوی مملکت برای مربی که درس جودو تعلیم می‌دهد معاش پیش بینی کرده است. موافق این لایحه در تاجیکستان به 10 مکتب لباس‌های ورزشی گوشتنی جودو و تاتامی تحفه کرده می شود. از جمله در شهر دوشنبه
در 2 مکتب این اقدام صورت گرفت. مقصدهای اساسی عملی شوی این برنامه این اموی گردانی جلب مردم به نمود جودو می باشد که نوزکیاش به نمود گوشتین ملی تاجیکی که طی هزار ساله ها در میان اهالی جمهوری ما معروف شده است با آن شباهت دارد و امیدوار هستیم که در آینده این سهمگذار برای جلب هرچی بیشتری جوانان و نورسان به نمود جودو خواهد گذاشت. در حالت موفق گردیدن این برنامه در آینده و 20 مکتب های دیگر نیز کوشش نماییم این گونه کمک تکنیکی رو دسترس نماییم. مربی شایسته تاجیکستان رزقالدین رجبوف در برابر تمرین دادن به بچه‌های مکتب سرمربی منتخب نورسان زودوی تاجیکستان میباشد. بنا به گفته او مقصد اساسی این برنامه در تاجیکستان جلب کودکان سن سال از 5 تا 12 ساله به ورزش از جمله نمود المپی زودو میباشد که خوانندگان توسط مکتب بزرگی پیشرفته جودوی جهانی هم تربیت می‌یابند و هم مهارت ورزشی خویش را از این نمود بالا می‌برند. در واقع حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون زودوی کشور با تطبیق برنامه جودو در مکتب‌ها هدف دارند که به رشد نمود المپی در تاجیکستان به ویژه گشتین زودو زمینه مساعد فراهم آورند. زیرا توسط تربیت نسل نورس ما امکان پیدا می‌کنیم که در آینده جودوکاران سطح جهانی را تربیت نماییم. استاد من سرمربی عالی و پدرم باشد رجبوف رزقالدین باشد. خواننده مکتب 5 نهایی فردوسی باشم و زودو خیلی شوق زیاد دارم که من میخوام در مسابقه‌های بین‌المللی جای‌های سزاوار را اشغال کردم. آینده میخوام که استاد امین خیل زودو و دیگر گشتین‌های ملی باشم. دلشاد میساکوف حالا در صنف 8 مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 5 شهر دوشنبه میخواند. مشق زودو را از سن 2 سالگیش آغاز کرده است. موافق گفته‌های وی تالار ورزشی مکتب‌ها عادتاً برای دیگر نمودهای ورزش پیش بینی شده است که در آنها مشق زودو کردن غیر امکان است. شد است که توسط این لایحه مکتب‌ها با تجهیزات ضروری گشتین زودو تامین می‌شوند و با آنها امکان فراهم می‌آید که تمرین نمایند. من در مسابقه‌های جمهوری سزاوار جای دوم هستم. ما این لباس‌ها را گرفتیم و خیلی خرسندیم. ما در یک تالاری خیلی کمتر به تعمیم بود. ما را این تالاری نو را به ما مهیا کرد. محمد جان اماموف از صنف یکم مشق زودو را سر کرده است. حالا در صنف ششم میخواند. میگوید که هرچند در مکتب دیگر تحصیل میکند منزل زیستی آنها که در نزدیکی این مکتب جایگیر است امکان پیدا کرده و اینجا نزد مربیش رزقالدین رجبوف آمده تمرین میکند. ما میتوانیم در چنین جاهای آغاز زمانه‌ای مشق کنیم. من همگی 6 سال است مشق میکنم. من از خردی به زودو خیلی ذوق زیاد داشتم. بنابر همین والدینم مرا از سن 6 سالگی مرا آورده به زل زودو ماندم. من میخواهم که در آینده در مسابقه‌های بین‌المللی و جهانی شرکت کنم. ما بعضا وقت در مکتب با زودو مشق میکنیم و بعضا وقت با تمرین های دیگر فوتبال و دیگر بازی ورزش ها میکنیم. من از خردی با همراهی دادرم میخواستم که با گشتنگی جودو و پدر و مادرم به مقصد آمدن که مرا تنها و گشتنگی جودو روان کرده و در آینده من نیت دارم که با مسابقه های بین‌المللی جهانی اشتراک کرده پرچم دولت خود را تاجیکستان را بلند بردارم. امروز در قید مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه شهر دوشنبه
чунин як ташаббусҳои хеле хуб рӯи кор омаданд ва ин ҳам бошад пеш аз ҳама яке аз намудҳое ки метавонад наврасону ҷавонон бештар ба ин намуди варзиш машғул шаванд ва тавонанд ки тарзи ҳаёти солимро интихоб намоянд ва тавассути беҳтарин тамринҳои худ, тавассути беҳтарин машқҳои худ тавонанд дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ҳам иштирок намоянд ва ҳамчун фарзандони дар асл пешвои муаззами миллат дар парафшонии парчами азизамон дар арсаи байналмилалӣ саҳми бориз гузоранд. барномаи ҷудо дар мактабҳо лоиҳаи бузурги варзишӣ буда дар самти рушду инкишофи ин намуди варзиши олимпӣ мусоидат менамояд. дар баробари татбиқи он зиёда аз 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ соҳиби лавозимоти зарурӣ барои машғул шудан ба куштини судо мегарданд. بسیار یک اقدام خوبی است که فکر میکنم از برای نه فقط که برای بگویم که جودو یا که گوشتین، یعنی که گوشتین در ما یک نمودی از اولین است در تاجیکستان. اگر در جهان فوتبال باشه در ما گوشتین است. جودو همه میدونن که ریشه‌اش از گوشتین بسیار نزدیک به گوشتین ملی مو است. چی پرتوختا چی دیگری. فقط قانونش کمی دیگر است. همه بند و عملایی که اجرا میشن از ملی مو گرفته شده. برای فرزندان سالم کردن، یعنی که نسل نورس سالم شدن و با کارهای هر بیهوده گردی و به هر یک کارو بیهوده دست نزدن این بسیار یک نقش کاملا بازی میکنه.